فکر کردی چرا بعضیا همیشه موفقن و بعضیا همیشه شکست خوردن؟ چی اونا رو از هم جدا میکنه؟ هنری فورد یه جمله خیلی عجیبی داره که میگه چه فکر کنید که میتونید و چه فکر کنید که نمیتونید حق با شماست. یعنی چی؟ یعنی باورهای شما واقعیت زندگیتون رو میسازن. اون چیزی که توی ذهنتون ملکه شده اون زندگی شما رو میسازه. اگه باور داشته باشی که میتونی، دنبال راهش میگردی و موفق میشی. ولی اگه فکر کنی که نمیشه، حتی تلاش هم نمی کنی و طبیعتاً شکست میخوری. خیلی طبیعیه که تو شکست بخوری. پس دفعه بعد که گفتی نمیتونم، یه سوال از خودت بپرس ببین واقعاً نمیتونی یا فقط فکر میکنی که نمیتونی.